بدترین مرکز صدا سیمای استانی علاوه پوشش فوتبال بدون تردید که ما همشون همشهری خودم هستم. بعد مدیر وقت صدا سیما اومد گفت آقا حالا که عادل همچین چیزی گفته نه تنها در واقع پخش میکنیم از آن رو، بلکه دو قاب هم نمیریم دیگه. گفت کلا فوتبال رو قطع میکنیم، این حالا که اینطور شد این کار میکنیم. بعد بنده خدا رو برش داشتن یه نفر دیگه گذاشتن رئیس صدا سیمای مرکز کرمان. اون بنده خدا اولین گزارش رامین ضابطی بود گزارش. یکی از افتخارات این دوران جدید میگه اینه که آقا فوتبال دیگه قطع نمیشه. الانم یزد وسط بازی تو اوج حساسیت بازی دقیقاً هم 38 39 بازی رو قطع کردن رفتن اعضا. مگه میشه آقا من میگم آقا شهر قنوت نماز هست 100%. خیلی شهر دوست داشتنی. آقا من به خدا دایه مهربان‌تر از مادر نباشید دیگه. آقا همه شهرها تو همین تهرانش دیگه همه هستن دیگه، همه اساتید هستن دیگه. آقا من میگم هیچ کس هیچ مشکلی نداره با این داستان. نکنید دیگه این کارو. اینا میشه خودشیرینی به نظر من. غیر از خود